دخل نبی مونږ روانیو الحمدلله مونږ مسلمانان یو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل افترقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلها في النار، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي رحمه الله. وفي رواية أحمد وأبي داود عن معاوية رضي الله عنه في تعيين الجماعة، في تعيين الفرقة الواحدة الجماعة. از همه اولتر تشریف آوری گسترده به اخلاص و صداقت از دوستانی که در اینجا تشریف آوردن شکر شما را ادا نمی کنم. شکر او الله سبحانه و تعالی را ادا می کنم که محبت این عقیده را در قلب شما انداخته. الحمد لله الذي رسخ هذه العقيدة في قلوبكم. و ما کل ما شکری الله سبحانه و تعالی را ادا میکنیم که اینطور عقیده را نصیب ما کرده. الحمدلله مجلس مملو از شیخ الحدیثا و شیخ القرآن، دکتر صاحبا، علمای زبردست و مدرسین توانا و علمای دعوتگر ماست. ان شاء الله شما خب میدانه ضرورت به این است که ما بیان بکنیم. به کی بیان بکنیم؟ اول عذر خود به می مهمانان عزیز و گرامی و علمای برجسته خود پیش میکنم. من حق نداشتم که سخن بگویم. این جمع که آمدیم به خاطر عذرخواهی که این دوستای ما از ما خفه نشوند که چرا برای ما وقت نداد یا برای ما وقت داده نشد. نور چشم ماست. مهم نیست که در سر استیچ انسان برای وقتی که الله سبحانه و تعالی در خدمت دین در گوشه تو را توفیق نصیب کرد، همو برات کفایت میکنه. گاهی هم در تلاش و در طلب از این نباشه که من شهرت پیدا بکنم. والله شهرت هلاکت است. خیر، ما فقط عذرخواهی از علمای بزرگ خود میکنم. مجلس ما دو جنبه داره دوستای عزیزم. یک جنبه به او مردمی داره، به او کسانی داره که خط سیر ما را همیشه زیر مرمی قرار داده. او دوستایی که به کلمه به یک رساله که یک سال 10 ورق است، دیگه سال 20 ورق میشه، سال چهارم 100 ورق میشه، سال پنجم 1000 ورق میشه، به نام جاسوس انگلیس همفر اعترافات از او. به او علم، به او آدم دانشمند، به او آدمی که واقعا
اگر محبت با دین الله و با این آیه کتاب الله عقیده داشته باشه که یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر مؤمنه که به این آیت عقیده داره، اگر واقعا تصدیق میکنه این آیه را، چطور شده میتونه رساله ساختگی را، عجیب انگلیس است که بیا رازای پنهان خود به تو بگویه که من اینی کارا را میکنم. آیا تصدیق کردن همچو تبلیغات دلیل حماقت بزرگ است یا نیست؟ بالکل هست. چرا که آیت قرآن کریم میگذاریم و میرویم ولو که جاسوس انگلیس اینطور بیایه در منبر استاد شوه، دستیچ استاد شوه، بگویه که من انگلیس هستم، اینی برنامه را داشتم، ما سخن کی را بپذیریم؟ امروز گپا خیلی زیاد تا و بالا شد. در وطن ما به نام اهل حدیث و سلفیت به جز از او عده کسانی که واقعا علم نداره در کتاب خود، فرقه اهل حدیث نونهاد و فرقه بگوی سلفی نونهاد، این گپا را میگه، دیگه کس سلفی و اهل حدیث بد نمیگه. این خود نامی خیلی محترم و معزز است. اهل حدیث، امی تو که حدیث تدریس میکنی اهل حدیث شدی. امی تو که کدام راه را روان هستی، من میگم بدون سلفی بودن مؤمن بودن نیست. بدون منهج سلف رفتن، من یقین دارم امی حدیث مصداقش است که کلهم فی النار است. من ثابت میکنم. چطور شده میتونه که تو سلفی و اهل حدیث بد بگوی؟ خب بله، کلمه وهابی را خیلی زیاد دور میدی. وهابی کیست؟ یک شخص پیدا شود در دست ما بده که او پیروی از محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله، الله برش مغفرت نصیب بکنه، خدمت شایانی را در میدان توحید کرده. بسیار علما داریم واقعا در میدان توحید کتابا نوشته کرده. یکی اینطور درس پیش کرده، اینطور کتاب نوشته کرده که من والی عالم هم در لغتش نمیفهمم، در جمله بندیش پی نمیبرم. لیکن کسی که واقعا مستوای یک طفل در نظر گرفته و تعلیم عقیده توحید برش کتاب نوشته کرده است، کیست؟ علمای بزرگ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله. کسی هم انتقاد سری نوشتش کرده نمیتونه. خب بله، دشمن از این کلمه استفاده کرده. این کلمه را بگذار، آلی از رسانه ها و تلویزیون ها به نام سلفی، خودی سلفی را لعنت میگن و میگن که مشکل برای ما سلفی پیدا کرده. ما باید دشمن خدا بشناسیم. اول گپی من متعلق امی مردم است که تبلیغات و شایعات میکنه. یک دفعه ما را بشناسن که ما کیستیم. در مساجد مردم میگه 2-3 نفر است، بره کوچ کنه، بستریت از اینجا بگی. امی سخنی بود که برای انبیاء علیهم السلام از طرف کی گفته شده بود؟ قومایشان. امی سخنی بود که به انبیاء علیهم السلام گفته شده بود. ما گریانی تو را دارم به الله قسم، او عوام، او برادر دیقانم، مامورم، محصلم، دانشمندم، استادم، به الله قسم گریانی از این را دارم که نمازت به دربار الله سبحانه و تعالی قبول میشه یا نه. کوشش میکنم که نماز تو قبول شود. خب نماز وقتی قبول میشه که موافق نماز کی باشه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. آیا کدام نماز دیگری که خلاف نماز پیغمبر باشه قبول میشه؟ است کسی که نمازش موافق از او باشه قبول شود؟ ای کاش که مقام رسول الله را میشناختیم. مشکل ما از همینجا پیدا شده که ما رسول الله را نشناختیم که رسول الله کیست. مشکل از اینجا پیدا شده. ما غم شما را میخوریم. شما در علیه ما تبلیغات کرده، رویست سر و صدا را شروع کرده که الا اینطور است، الا اینطور است. به شما میگم میدان و فرصت خیلی بزرگ براتان داده شده. قدم قدم از فرق سر تا شست پای ما را گز کنی، اندازه کنی، حرکت ما را، عمل کرد ما را، خاصیت ما را، خوی ما را.
و بعد از او سر ما از نگاه دین انتقاد بگیره، ان شاء الله به سر و چشم میپذیریم. تسلیم حق هستیم. اما افسوس است که 10 سال قطمه یک جای زندگی داری، همسایه هستی، تمام حرکات مرا مشاهده میکنی و باز هم میگی که یا خو انگلیس هستن یا خو یهود هستن. آیا از حدیث معزز رسول الله خبر داری که گناه های کبیره را که مهلک از هلاکت دهنده است، یکیشان تهمت زدن به کی است؟ بگوی دامن پاک مسلمان است. بیا که دمی ناحیه در مباهله قطع حاضر میشم، در میدان میبرایم اولادایتان، زنایتان، اقارب و خیشایتان کلیتان بیارید در میدان استاد میشیم. کل ما دست بالا میکنیم، لعنت میگیم، بددعا میکنیم که هر کس غلامی میکنه، هر کس واقعا دین در خطر مندازه، هر کس حیثیت و عزت ما را در خطر مندازه، هر کس خلاف سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم نوکری و چاکری به غیر مسلمان ها کرده رایسته، بیا که بددعا بکنیم. حاضر هستن کس که معلوم شود که غلام کیست، غلام یهود کیست، غلام نصارا کیست، کی نوکری کی است و کی نوکری کی است، برات معلوم شود. چرا تبلیغات میکنی؟ چرا علیه ما سر و صدا را شروع کردی؟ چی کردیم؟ ما دمی کابل شاید امی دوستای خودی ما همینجا حاضر باشه، به هزارها نفر از ما مطالبه مناظره را کرده، ما اونجا لوس کردیم، از ما خفه شده، بدر رفته، قور شده که دیگه من سلفیت اعلام میکنم، تو حاضر نیستی در مناظره. من میگم که ما مناظره نمیکنیم با مردم. الله سبحانه و تعالی ما را مکلف به بیان دین کرده. قرآن و حدیث که چیزی میگه، چیزی را بدعت و چیزی را گناه، چیزی را معصیت، چیزی را فسق و فجور و شرک میگه، او مجبور استم. نه دولت دمیرای مرا گرفته میتونه دهنی مرا، نه قوم، نه کسی، هیچ کس هم حق نداره که بگیره. این بیان آزادی را الله برم داده که من حق بیان بکنم، این را من باید بیان بکنم. ای که سری تو تطبیق میشه، جناب محترم گناه من نیست. اگر من در مجلس من زناکار بد میگم و یک زناکار بخیزه برای من بگویه که تو خو مرا گفتی، من خو نام تو را نگرفتم جناب، خو خود نمایان میکنی که بله من زناکار هستم، خو گناه خودیت است. اصلاحیت بکو، توبه بکو به الله. وقتی که مسئله حق از قرآن و حدیث بیان میشه و سری تو صادق میشه، تو یک کمی از عقل و هوشت کار بگی، در کدام سمت روان هستی، چی میکنی، کدام کار میکنی. چرا سری تو صادق میشه؟ نامی تخو نگرفته. ما به مناظره، به جنجال و کشکال نامدیم. چرا مناظره؟ امیر میگه که یک فریق دلیل فریق دیگر را نظر کنه، اگر حق باشه تسلیم شود. ضد بازی را مناظره نمیگه. ما حاضر نشدیم، دوستا از ما خفه شده. ما قطعی مردم جار و جنجال نداریم، در جمعه تقریر کردیم. حالی هم میگم شما دوستا بشنوید که با مردم ما جار و جنجال داریم؟ ما نداریم. مردم قطعی ما جار و جنجال داره. پیشتر به اولی صیبا گفتن در یک مسجد سلفی کسی خسته باشه که همی آدم نماز غلط میخونه، بکشی از مسجد. شخصی هم آمده در پالوی میراب امرای ما استاد شده. شما باور به الله سبحانه و تعالی بکنی که از دیگر دست دیگر پایین نمیشد، همی قدر پایین کرد و پایای خود به قصد همی قسم خیلی جمع گرفت. یقین به الله سبحانه و تعالی بکنی اگر ما برای چیزی گفته باشیم. مسلکیش است، رأیش است، نظریش است، برش صحیح معلوم میشه، راجح معلوم میشه، امیدانه او کاری از اوست. الله سبحانه و تعالی وسایل تحقیق، وسایل مطالعه و ارزیابی را به هر کس عطا کرده و الله کسی را در جهنم نمیبره تا وقتی که این اسباب عطا داده الله سبحانه و تعالی را غلط استعمال نکرده باشه، درست استعمال کرده باشه. الله او را در جهنم نمیبره. که درست استعمال شود راه حق نمایان میشه، بالکل نمایان میشه. ما قطعی مردم جار و جنجال نکردیم و نمیکنیم. سری مردی خود از صبح تا بیگار الاسقاط کنه که قرآن دور بده، در قبر استاد شوه، مطالبه بکنه، دعای اجتماعی میکنه، هر چی که میکنه 3 و 4 و 40. بله،
ما به دوستای خود بیان میکنیم که کدام منهج تعقیب بکنیم. ما قطع از جنجال نداریم. این همایش ما، این جمع شدن ما به حکومت هم امی قسم میگیم که بیا ببین با این قومای دوروبری خود که قطع ما زندگی میکنه در فضای آزاد، صمیمیت، محبت، یا هم ببینه. ما جر و جنجال خلق نکردیم، با تبعیض نژادی را دامن نزدیم، تفرقه بازی را شروع نکردیم. با تأسف که از دهن علما این کلمه میبراید که رفع الیدین و آمین بالجهر سبب تفرقه است. خو کاش که عالم سبب میشناخت. سبب اینی لاسپیکر سببی بلند کردن چیز؟ آواز. تنها در هتل آواز بالا میکنه یا بیرون در سرکم که بکشیم آواز بلند میکنه؟ چی میگی شما؟ آواز بلند میکنه نی؟ اگر آمین بالجهر و رفع الیدین سبب اختلاف باشه، خود حرم بعد بسیار سبب اختلاف شود. یک چیز که سبب باشه در هر محل و در هر زمان سبب است. ای تو نیست که در مسجد تو سبب است، در مسجد ما سبب نیست. تو سبب نشناخته ای. خو افسوس است ای علما، شما که با این پیمانه این گپ دامن میزنی و دوستای ما وجود داره در مساجد جوانا لط خورده در عین نماز بدون از اینکه نماز خاتمه پیدا نکرده. آیا جناب عالم به تو میگم عوام میگذاریم عوام الحمدلله که سر دین بفهمه، مثل که پیشتر شیخای ما اینجا گفتن دین دوستن، قربانی میده، سر دین سر میده، الحمدلله همینطور است. خود تو عالم یک سوال از پیش دارم که آیا رفع الیدین یا آمین بالجهر از پیشاب کردن اعرابی که در کنج مسجد نبوی پیشاب اعلام میکرد از او کدام خیلی سخت است و بد است که حتی تأمل سلام دور دادن هم نمی کنی، دمی عین نماز لطکوب شروع میکنی؟ یک سوال از پیش دارم و در روز قیامت رفتنیستی جواب دادنیستی دیگه خب بگذار. تو خو عالم هستی، در روز قیامت یک سوال می میشه که و من نبیو که پیغمبرت کی است؟ جواب دادنیستی. جواب دادنیستی که نبی کی است؟ نبی مذهب است یا محمد رسول الله است؟ کدامش است؟ تو را نجات عقیده به رسول الله داره یا تو را نجات عقیده به یک عالم، معصومیت عالم داره؟ منظور ما توهین علما نیست. ائمه مجتهدین ما نوری چشم ماست. ان شاء الله که از دهن ما بدون رحمهم الله کلمه شاید نبراید. و ما گپا دارم به رفیقای خود، گپی که ما به مجلس داریم از خود داریم و علیده است. حالی میگم براتون این گپایی است که متعلق امو مردمی است که علیه ما تبلیغات میکنن. ما چاقو را در دست نگرفتیم، سوته را نگرفتیم، تفنگ نگرفتیم، جارو جنجال جور نکردیم، از حوصله و صبر کار گرفتیم، کار میگیریم، آیندهم کار میگیریم. چرا که یکی از جمله علامات حق امی است. گاهی هم ما فرقواریت دامن نزدیم. خب با تأسف که گپ در مرحله میرسه که تو مسجد الله را تیرباران میکنی و جناب تفنگدار در پیش عالمت برو، فقط یک سوال از پیشش بگو اگر کسی از روی دشمنی مسجد الله را نفرت کنه، مسجد الله را توهین کنه، ولو به انداختن یک خشفل باشه، ولو به فیر کردن یک مرمی باشه، او آدم مومن باقی میمانه یا نه؟ زنش نکاحش باقی میمانه یا نه؟ فقط از عالم خود سوال که جواب برات میده. خود در این مرحله ما تا کی برسیم؟ در مقابل امی قسم از جناب حکومت امی قسم تقاضا داریم که با این قدر فیرا چرا بازخواست صورت نمیگیره؟ این گپ ما بود برای او جناحهای دیگه. ما را ببینه، کنترل کنه، درسای ما را، تعلیم ما را، همه حرکات ما را که ما چی میکنیم، ما چی برنامه داریم، چرا تبلیغات ناحق میکنی؟ به در فضای آزاد قط ما بحث بکنی. حدیث که خواندیم به این خاطر خواندیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه، به تاکید میگه که لَيَأْتِيَنَّ علی امتی،
خامخا ضرور به ضرور سر امت ما او زمانه میایه که ما اطاع علی بنی اسرائیل. خود دو نقطه اشاره کرده، مجموعه مسائلی که نعوذ بالله الله امت نجات بده که پیروی از بنی اسرائیل بکنه در کارهای خراب، در دو نقطه اشاره کرد. خب میفهمی چرا رسول الله در دو نقطه اشاره میکنه؟ یک نقطه اینطور نقطه است که کلگی زشترین عمل کی است؟ بگوی که با مادر خود کسی زنا علانیه بکنه. رسول الله مقارن کرده. خب گوش نبگیری محدثین حدیثی رسول الله را که تدریس میکنه متوجه شوی. رسول الله در یک نقطه بیان میکنه که یکی از جمله اعمال خیلی زشت و غیر معقول و غیر انسانی که حتی با مادر خود علنا زنا کردن است. خب لیکن خبر داره که زشترین چیزی دیگری هم است. پیغمبر چی را مقارن کرده با ای؟ بگوی و این بنی اسرائیل افترقت علی 72 مله. بنی اسرائیل به چند فرقه تقسیم شده بود؟ به 72. و تفترق امتی علی 73 مله كلهم فی النار الا واحده. حق یکی می باشه یا 10 تا؟ رسول الله میگه یک فرقه است، یک فرقه دیگر در بدری است. و این عمل هم اینطور فکر بکنه مثل که اونمو قسم با مادر علنا زنا میکنی. این عمل اونجا خوب آبرو و حیثیت شخصی از بین میره، در افتراق امت آبرو و حیثیت اجتماعی ملت مسلمان از بین میره و رفته. امروز که ما و تو یهود و نصارا را در سر قبر بد نمیگیم، در مجلس بد نمیگیم، در توی بد نمیگیم، در مکتب بد نمیگیم، در پوهنتون بد نمیگیم، یک رساله را علیه حرکات تنصیری اینجا نوشته نکردیم. ما در سر قبرم علیه وهابی سلفی در سر منبر مسجدم، در مکتبم، در پوهنتونم، در مسجدم، در هر جای امی گپ است. رسانه خو بی از او گلاس پیشش نداریم، باید پشتی ما بگویا به خاطر که تمویل از اموجه میشه. ما خزوا گله نداریم، خو از تو علم گله دارم. تو چرا اینطور حالات سر ما شروع کرده ای؟ ناحق استم. اگر کدام امر ناحق سر ما دوستا انتقاد اعتراض داره، ما در میدان برش استاد هستیم، از حق دفاع میکنیم. از عقیده یقیده حق میگیم یا باطل؟ یقیده حق گفته روان هستیم. ما تابعدارای دال و خیمه نیستیم که شما در کدام فکر دیگر کرده باشه که البته نعوذ بالله سیل واره پیسه از عربستان میایه توزیع میشه کمپل، مردم سلفی کمپل است. ما سلفی کتاب الله و حدیث رسول الله هستیم. ما تطبیق دین خدا، فهم دین خدا به فهم سلف، به عمل کرد و تطبیق سلف خود میکنیم و امیر کامیابی میدانیم، خلاف از زیر ما ناکامی میدانیم. ما اینطور مردم هستیم. چرا؟ سر ما چی میشه؟ این دوستای ما بعد بدانن. اینطور فکر نکنی که حرکت چند نفر، چند تا ملاقات است، یک چند تا محصلین است. این امروز براتان واضح شد ان شاء الله که تنها لیست سلفی از علما را بگیرم در 10,000 نفر میرسه. در 10,000 نفر تنها علما میرسه، دیگر بگذار. و خودتان میفهمه که نقش علما در جامعه چی است. حکومت هم بدانه، ملت هم بدانه که اگر علما، این جامعه مذهبی و سنتی است، از دین دفاع میکنه و دین دوست داره. اگر علما ادناترین حرکت شروع بکنه، یقین بک اگر کسی جمع کرده بتونه. میتونه جمع کرده؟ نمیتونه. ما در فضای آزاد آواز خود به مو مخالفین خود که هر کس باشه و علیه ما تبلیغات میکنه برش میرسانه. دست به جنگ و جدل نزدیم، شور ماشور نزدیم. اگر مسئله جنگ شوه گپ در کسرت نیست. این را یاد داشته باشی. صحابه خیلی کم بودن، خود دنیا را فتح کرده. ان شاء الله شاید در اینمی مردم کسایی باشه که سریازی عقیده از جان مال اولاد تیر باشه. هست کسی تیر؟ اگر واقعیت از اخلاص میگیم دو دست بالا میکنیم، دو دست بالا میکنیم. جزاکم الله خیر، بارک الله فیکم، بارک الله فیکم. من میدانم امروز برای کسی نامده، امروز برای خوش کردن کسی نامده.
نه من اینقدر قدر دارم. امروز برای قدر عقیده آمده. این ملت و ولس و علما که از صبح تا حالی را نشسته است به خاطر عزتمندی و حیثیت عقیده نشسته است و از او دفاع میکنیم. این موضوعی بود که به اون مردم تعلق داشت. موضوع خود ما و شما کدام است؟ ما و شما چی پیام داریم؟ چی برنامه داریم؟ چی میکنیم؟ ما و شما چی کنیم؟ زیاد نمیگم، در یک نقطه اساسی متوجه میسازم تانه. کدام نقطه؟ اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم اهمیت دعوت میدانه، از عقیده را میدانه و در سر مرکب سوار صحابی را در حالت رفتار نصیحت میکنه، با ابن عباس رضی الله عنهما میگه یا غلام، عقیده را برش نشان میده. احفظ الله یحفظک، الله را حفاظت کو که تو را حفاظت بکنه. کوتاه میگیرم، وقت کم است. کدام کلمات به ابن عباس رضی الله عنهما رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیم میده؟ یک نقطه اخیری را براتان میگم، دیگر را میگذارم تشریح. همه ایتان الحمدلله علما و اتمنو کتابا را خوانده. یک نقطه را رسول الله برش میگه، وعلم، بدان، در قلبت بشانی سخنه. و همین نکته را برای شما میگم که تا آلی را گپ زده شد، علما گفت شما هم وعلمو بدانی، در دلتان بشانه، ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. برای شما میگم سلفیا، اگر کل مخلوق جمع شود، دنیا جمع شود، کل دنیا فعلا جمع شده علیه محو کردن همی عقیده قرآن و حدیث جمع شده، این مبارزه کفری علیه همی عقیده است، علیه همی مراکز قرآن و سنت است. ولو به الله قسم اگر گپی دیگه باشه، خو یادتان باشه اگر کلی از یا جمع شود با کلی نیروی خود، در او زمانی نیروها نبودالی است، با این نیروی خود که برای تو نفع برسانه، رسانده میتونه؟ رسول الله گفت که لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، مگر برای تو نفع رسانده میتونه چیزی را کی براتون نوشته کرده؟ الله سبحانه. شما چی عقیده داری؟ شما چی عقیده داری؟ برای ما نفع کی میرسانه؟ کی نصرت ما را میکنه؟ خو شرط است ان تنصر الله، شرط است اگر من نصرت دین الله را کردم، با الله قسم الله مرا حفاظت میکنه، الله مرا نصرت میکنه. پس چی ضرور است؟ حفاظت دین الله سبحانه و تعالی به اندازه توان و طاقت ما، به اندازه توانم که در هر نقطه قرار دارم. ولو اجتمعوا على ان يضروك لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، چیزی را که الله با بالایت نوشته کرده ضرر برات رساندن نمیتونه. خیر ما ضعیف هستیم یا نه که قوی هستیم؟ بگوی ما قوی هستیم. ضعیف کسی است که از مرگ میترسه، ضعیف کسی است که محبت دنیا را خوش داره، ضعیف کسی است که 4 روز زندگی با اولاد خود خوش داره. کدامتان خوش داره که در راه الله سبحانه و تعالی سر بدی؟ همه ما خوش داریم که در راه الله سبحانه و تعالی جان خود فدا کنیم. امی جان ناقصی مرا ای چه حیثیت داره؟ اگر الله سبحانه و تعالی بر رضامندی خود در راه خدمت و فداکاری دین خود قبول کنه، از این کده نعمت عظیم دیگه است. هزارها سال شکری الله سبحانه و تعالی را باید بکشم که الله تو جان مرا قبول میکنی. از او خاطر ما انشاءالله ضعیف نیستیم، اما چه قسم میتونیم خدا کامیاب بکنیم؟ وقتی که رسول الله طفل یاد میده ای عقیده را، ما و شما چرا اطفال خدا یاد نمیدیم؟ این ولس افغانستان یا مردم افغانستان ستم دیده هست، ظلم دیده هست، حکمت ها آمده سرازیر شده، هر کس یاره خشپه کرده. دیگه ظلم ها خیلی زیاد شده دوستا، خود ظلم عقیده و ظلم علم و ظلم دین خیلی زیاد سری ملت شده. هر کس دکانداری جور کرده و این مردم به سجده خود دعوت داده که بیا پای مرا بلیس،
آب دست مرا بشوی جانتا و ایره دوا جور کو. هر کس گفته که با مجرد از خانه میبرم بر چفک مردم استاد شوه. ظلم دین زیاد شده. این مردم قابل ترحم و شفقت و دلسوزی هست. شما جوانا علم بیاموزی، خودم مسلح بسازی. با کدام صلاح؟ با صلاح قرآن و حدیث، با صلاح علم. اولاد مردم درس بده، تعلیم بده، ای ملت به خیرخواهی دعوت بده، نه به تاپ زدن، نه به مشرک گفتن، نه به کافر گفتن، نه به مرتد گفتن. چاپلوسی کو در مسئله خدمت دین، چاپلوسی کو. عزت تا پایین بیار، غیرت تا پایین بیار. خبان که یک برادری مسلمانت عقیده توحید الله سبحانه و تعالی را بگیره، چه گمان داره؟ اگر کسی عقیده داشته باشه که علم غیب غیر از الله دیگه کس داره، تصرف غیر از الله دیگه کس داره، مالک نفع و ضرر دیگه کس اختیارش داره، شما چه عقیده داره که جنت میره یا دوزخ؟ دوزخ میره. خیر چرا ما دلسوزی نداریم؟ ما شمشیر کشیدیم، فرقی سری هر کس زده رایستیم. جنجال همین دوستا برای ما جور میکنه، مشکل همیا برای ما ایجاد میکنه. با جای از که زانو بزنه در پیش عالم، خب خود سیر از قرآن و حدیث بکنه، از راه علم داخل شود در دعوت خود. بله غیرت تا ما افتخار میکنم غیرتیستی، شجاعت داری. الله دیگه ای غیرت و شجاعتی تا در چوکات علم استعمال بکنه، با بصیرت استعمال کنه، بی بصیرت نباشه. توی ملت ببین، این دنیای کفر آمده رایست. کدام درد ما اول گریان کنیم؟ سری با عفت و با حجاب ما، با عوض از اینکه طفل خدا در سوریه از زیر بار بکشه، اول چادری خدا جمع کرده در جانی خود است. این ظلم کفار کلگی میبینه، با چشم سر میبینه. نکو دوستم، نکو مرا بگذار که کتاب الله خورده تا قا گذاشته شده بود. امروز ما محض خیلی کم حقی کتاب الله را ادا کنیم، ما را بگذار نکنه. با الله قسم نکنه، منع نکنه. این کتاب الله سرتون شاهدی میده. این حدیث پیغمبر سالا بسته شد، کتاب کلان شد، در مدرسه دوری حدیث خوانده شد. بان که در مسجد ما در دیقانم حدیث رسول الله، امی حدیث برش بخوانم، نکو سر ما و دولت و قوم و علم و کسی که سر دین واقعا غیرت داری و دل میسوزانی، امی مردم است که ملت دعوت به سوی قرآن و حدیث میده. دین عام شوه. دوستا شما رسالت داره، به الله قسم رسالت شما، وظیفه شما ای جوانا بسیار خطیر است، بسیار بزرگ است. دعوت به شب و روز گریان پیش میره. من که حالی میخستم یقین به الله بکنه، برنامه مخطط زیاد نداشتم. گفتم الله به خاطر رضای تو در زبانم گپی حق جاری کن. من چیزی نیستم. این اجتماع برای قوت دین تو، کتاب تو و حدیث تو است، حدیث رسولیت است. تو ما را نصرت کن. ما چی را باید یاد بگیریم؟ اگر محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم در قلبم باشه، واقعا از نفسم که در رسول الله مقدم باشه و الله مقدم بگردانه، باید قدم به قدم نقشه پیغمبر را یاد بگیرم، بعد از او تعقیب کنم، بعد از او عملی کنم. عزیزا من میفهمم که قربانی میده. از سری بدخشان شما باور به الله سبحانه و تعالی بکنه. یک مولوی صاحب برام زنگ زد که مولوی صاحب الله کرایه محترم الله قسم به قرض پیدا نکردم. امروز عالم ما از کدام نقطه سر حاضر شده در این جمعیه پیام بگیره، بفهمه، درک بکنه مسئولیت خدا. من چی مسئولیت دارم؟ و عزیزا میتونیم 10 دانه اطفال مردم در گرد خود جمع کنیم. خیر است 5 سوره شما بگیره، قاعده شما بگیره، تختگکی شما بگیره،
قلمش شما بگیره. الحمدلله ما چیزی بالا 70 حلقه داریم از خواهراست. الله در عمرشان برکت بندازه به خاطر رضای الله. با وصف امی قدر قیودات میایه امی تعلیم قرآن و حدیث با اطفال میکنه، عقیده را با اطفال میکنه. ما را چی شده؟ بیایه امی مجمع اگر ما و شما تعهد با الله سبحانه و تعالی بکنیم که 1 روپیه ما دیگه به جای مصرف نمیشه، فقط در خدمت کتاب الله و حدیث رسول الله، کامیاب هستیم یا ناکام؟ کامیاب هستیم. تعهد کنیم که ما همه ما فقط در توی، در جنازه، در تمامی گپا پیروی رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنیم و هر کدام ما امید و آرزو را داریم یا نداریم؟ داریم. شما بگوی عمل کرد ما، دعوت ما تقریری خیلی زیاد است، بان که امی مردمی که سالا علما در گوششان پف کرد، تقریر کرد، تبلیغ کرد، ذهن از او را پر ساخته، در عمل تو بری مردم عوام ثابت بساز که واقعا تو پیروی کیستی؟ پیروی رسول الله صلی الله علیه و سلم هستی. بیایی که در عمل ثابت بکنیم، دعوت عملی بدیم، یقینا دل بسوزانیم. اجتماع پیام داره، اینی پیام است. اگر ما واقعی حقیقی براستی الله سبحانه و تعالی آدم از نفاق نگاه کنه، به الله قسم بس اوقات در ذهنم میگرده که در همچه مجالس اگر 1 دقیقه تاخیر بکنم یا الله در جمله منافقین نرو، به خاطری که خود زرنگ دانسته که برو هرچی میشه انفجار میشه، هرچی میشه اموح شود. او عالم، او مردکی دعوتگر، او مؤمنی مخلص، بان که در همچو مجالسی که تقویت دین میشه اول انفجار سری تو شو. نشویم که ما در او حالت برسیم. عزیزان گرامی، مردم هم میفهمه، مردم حالات و وضعیتش هم میفهمه، گناه نداره مردم عوام بیچاره. خود دشمنا و دسیسه های خیلی فراوان دنیای کفر است که اینجا کار کرده رویست. امی علمای خودم یقین به الله سبحانه و تعالی بکن، بس اوقات من میگم ملامت نمیکنم. چرا؟ پیشتر گپ از قاضی و حمدالله و سلام شد. یقین بکن عالم ما که وقتی فارغ شده امو کتابه که خود چرمی پوش کرده، گل در بغلش کرده، امو را نگاه کرده، یک کتاب شرح حدیث قطش نیست، یک کتاب تفسیر قوی معتمد قطش نیست. و بیچاره از کجا بیان کنه؟ کردیم ما و شما کدام انفاق؟ راستی تا نبگوی کردیم؟ نمیتونیم. یقین به الله بکو که علما حق، واقعا حق برشان برسه. الحمدلله. امی از کجا جور شده؟ ما و شما سلفی بگوی از اول بودیم یا نه که از بصیرت کار گرفتیم، چیزی را دیدیم باز بعد از او گفتیم که امیرا را اختیار کردیم؟ امیرا را به بصیرت اختیار کردیم. وظیفه ما چی شد؟ حالی شما میدانی. کسی ما پول داریم انفاق میکنیم و مما رزقناهم ينفقون، کسی ما علم داریم، کسی ما موتر داریم، کسی ما دکان داریم، ما مراکز تقویت داده میتونیم، کمیته جور کنیم، منسجم شوی، حلقه جور کنه، یکی تان یک چیز دیگه تان دیگه چیز فراهم کنه، اولاد مردم درس بگویه. من یقین براتان دارم که یک روز خاط آمد، یک وقت در مسجد کسی آمد گفت من مولای مسجد خو نمیشناسم ولی دعا میکنم که الله نو پشتیش بخشش کنه. اولاد خود دیده بود که چیزی را یاد داشته بود. ما از این کار بگیریم، بجای از اینکه قطع هر کس طعنه بزنیم الا اینطور است فیسبوک ها را ما و شما دو دشنام پر کنیم. نه 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 نه، رای تعلیم در پیش بگیریم در مقابل بدعات، شرک، انحرافات. واقعا مبارزه که به حکمت باشه بکنیم، انشالله ما کامیاب هستیم. هیچ کس هم دمی روی ما را گرفته نمیتونه. و ما پیام ما به همه علما، به همه اقوام که ما را به نظر بد میبینه، اما عیب و نقصان ما را امیتونن گشنما کنه، به چشم و سر ما میپذیریم. خود تهمتای ناحق سر ما نچسبانه، حوالای کتابای گم سرگم بر ما نده، سر ما تهمتا بسته نکنه. تهمت گناه کبیره هست. الله سبحانه و تعالی از شما سوال میکنه باز چرا ما را متهم به گپا میکنی؟ عزیزان گرامی، شما که خواسته شده به خاطر اینمزی خواسته شده ان شاء الله
قطعنامم ترتیب شده و بعد از او مجلس مشورتی هم هست انشاءالله، همگی تجربه ها و مشوره های خود شریک میکنه. خب ما و شما چه دستاوردی داشته باشیم، چه قسم انسجامی داشته باشیم، چه قسم ما از یک برادری خود در یک نقطه دیگه همکاری کرده میتونم، کمک کرده میتونم، امی احساس چه قسم پیدا میکنیم. صحابه که امی قدر فتوحات برش حاصل شد، به این خاطر حاصل شد که دین اهمیت داد، دین کار خود دانست، دین وظیفه خود دانست. ما و شما هم این قسم وظیفه داشته باشیم، در این فکرها نباشیم که از بدخشان حرکت کردم بگوییم که والا موریث متوکل کرایه راه مرا میده یا نمیده، برم یا ندم. ما به خاطر رضای الله سبحانه و تعالی کار کرده رایستیم. الحمدلله بنیاد احیای سنت هیچ کدام منبع مالی نداره، که هیچ کدام منبع مالی که انتفاعی داشته باشه که ما بگیم که اینی طور کار کرده، لیکن به توکل الله سبحانه و تعالی حرکت شروع شد. الحمدلله الله در قلب شما انداخت که بره ما از عقیده دفاع میکنیم. در اینجا تشریف آورده، وقتم از یاد گرفتم، بسیار بخشش باشه. الله سبحانه و تعالی همه ایتان اجر جزیل نصیب بکنه. دعا براتون میکنم که الله سبحانه و تعالی همه ما را دعوتگری واقعی راهی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بسازه و همین حدیث که ما انا علیه و اصحابی به مو را روان شویم که رسول الله روان است، به مو را روان شویم که صحابه کرام روان است. الله توفیق نصیب ما بگردانه. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.